ata bilmirem. نگاه کن، دیدی؟ سلاح‌های فروخته تو آدم را نمیکشد رفت، اما این سلاح انیق میکشد رفت. حاضر میبینی؟ پدر، من هیچ چیز رو نفهمیدم. گناهی من چیست؟ باز میپرسی ها؟ با خدا که میپرسم پدر. ابله سلاح‌های مرا دزدیدی، با همدی تقسیم کردی. باز چی کار کردم میگویی ها؟ این خیل نیست پدر. من از هیچ چیز خبر ندارم. این تهمت است. ما رو نابود کردن میخواهند. اکای ایتکی کدام سلاح ها رو عوض کرده است؟ ما هم نفهمیدیم. فؤاد انیق سلاح ها رو فؤاد عوض کرده است. بله پدر، فؤاد. این انیق فؤاد است. از کجا میدانی؟ چطور اثبات میکنی ابله؟ اثبات؟ دلیل نداریم اکا جان، اما بغیر از فؤاد با ما کی خلل میرساند اکای ایتکی؟ با ما 24 ساعت وقت ده، گناهگار رو پیش پایت میپرتویم اکا. بله میپرتویم اکای ایتکین. از کی باز آدم هایت به جای تو جواب میدادگیشتن رفت؟ نه پدر، یعنی حاضر من در درونی آب هستم و آدم هایم در خشکی هستن. تو رو به جواب نمیمونن، یعنی با همین معنا میفهمونن. استراحت کرده از این کار خودت را خلاص نمیکنی. فؤاد میداند که با ایتکین یوز بازی کرده نمیشود. این کار را نمیکند. پدر، ما به عقل هستیم که سلاح های شما بر این آدم رو دزدیم. ابله من تمام حیات برای شأن و شرف زندگی کردم. همدی را به مقابل من کردی. با تو 24 ساعت مهلت. اگر سلاح ها و کسی را که این کار را کرده است یافتن نبیاری، دامادم نگفته در پیش دری خانم تو را زنده به زنده گورت میکنم ابله، تا به عالم درس عبرت شود. باز طرفی چپ و راست بسیار گپ های زیادتی میگویی رفت. یعنی بسیار گپ میزنم. ما در همه جا گوش داریم. زبانت را از حلقت میکنم. رفت پسرم، من در همین جایم مادر، در همین جایم. چی گپ شد؟ خوب هستی پسرم؟ خوبم مادر، یگان دردی ندارم. پایم لغزید بابا سینه. این صدای چیست؟ سلاح است؟ نه. از سلاح کی پراند؟ ایتکین؟ او چی میخواهد از تو؟ چی؟ مادر آرام شو، آرام شو. آرام شوم؟ غارتگر خانه‌مون رو ضبط کرده به سر پسرم سلاح میکشد، من باشم آرام باشم؟ چی خیل غارتگر مادر؟ او ایتکین یوز است، پدری عزیزه و من دامادی او هستم. از یادت برآوردی؟ نگاه کن، من رفت هستم. رفت؟ به من دروغ نگو. وای صدای سلاحی کی بود؟ راستش رو گوی. مادر جان، یگان صدای سلاح نیست. هیچ چیز نیست. ایتکین یوز بکاری سلاحی خشک می‌دارد. با من نشان داد، یعنی مرافعه کرد. برای تمرین یگان جای دیگر نیست مگر اینجا بالای کوه است. کودکی خورد ترسید آخر رفت. برای او این فرق ندارد، نه برای او نیست آخر. پدر چی گپ است؟ یک دقیقه ایستید. رفت چی کار کرد؟ هیچ چیز نیست دخترم، تو کاردار نشو. چقدر هیچ چیز پدر؟ در روی حولی تیرپرانی شد. نه آخر دخترم، اگر تیرپرانی میشد از قفایم هیچ کس را نمیماندم. ای جانم، تو ترسیدی؟ نه ترس بچیم، نه ترس. شوخی کردیم. بازی با بسیر افتیدن رو کردیم، اما یگان گپ نیست. چیزی میترسیدگی نیست بچیم.
падар, либосатро иваз кун, дар ҳавли камтар гап занем, мавзӯи муҳим аст. биё, ҳама каса ба дарун дарем. рафтем, биё, рафтем. Биё. Биё бачем. آخر همین است. به رفت حیاتی نو رو سر میکنیم رابط. ایلین با من ماند. همه چیز با من ماند. این رو جشن گیریم آخر. بیا رفتیم. آی دخترم، کمتر گپ زده میتوانیم؟ الا تو توهی رو به بالا بر. لابای لطیفه خانم، به اینجا گذاریم. پدرت چخیل جرأت کرده به خانه من آمده پسرم رو میپرانده. پدرت با رفت چی مشکلی دارد؟ پدری من به هیچ کس مشکلی ندارد لطیفه خانم. او به هیچ کس امکان نمیدهد. همین طور؟ ها همین طور. من نمیمونم که آرامی خانم را ویران کند یگان کس. من فکر کردم بدی خانه دار شوی رفت به این خانه آرامی اویلوی می آید. اما با تو خانه دار شدنش را از یادم برآوردم. بله بله، ای بی پسرم است، ای بی پسرم. بین تو و پدرم چی معما هست؟ هیچ چیز نیست. چقدر عصبی بودن پدرم رو من خودم دیدم. از تو چی میخواد؟ چی شد؟ هیچ چیز. بین ما یک نافهمی شد. اما حل میکنه خواطر نشو. چی؟ من خواطر میشوم؟ اما با مادرت گوی که با من کاردار نشود. مناسبتی بین ما رو نمیدوند، هر چیز میگوید. یک بار طاقت میکنم، دو بار طاقت میکنم، سیوم بارش نمیدونم چی کار میکنم. گوش کن، علاقه بین ما رو نمیدانن؟ یعنی این چی گپ است؟ من نفهمیدم. یعنی چی رو نفهمیدی رفت؟ گوش کن، کار این طور نمیشود، با خبر باش. حاضر باشد برو. برو رفت. پسرم، من به تو نگفتم با ایلین خانه دار نمیشوی؟ اقلا پدرش رو دور نگاه دار از اینجا. در این سن و سال نمیخواهم که مزه دهانم ویران شود. خودت رو فکر نکنی، هم طاهی رو فکر کن. ای وای، فؤاد سیلا پیلا ایتکی نمیرسیم. حاضر باشد بین کلینو خوشنامند ماندیم. ای توبه توبه. اکا کاش که زیادتر مولد میپرسیدی. در 24 ساعت این کارو چه خلال ای میکنیم؟ ابله، اکای ایتکین رو ندیدی؟ 24 ساعت به ما وقت داد. اول بختیار رو، بعد ما رو میپراند. پدر؟ نترسید. یگان کار نمیکنم. باباش ما را پدر جون. قصدن نشد، مجبور شده. من فکر کردم که تو مردی با عقل هستی. بسری تو توف کنم. توف کن پدر. به عقل محض با من مانند گفته سنگی مزار تراش را به جای من ماندن مگر ابلهی نیست؟ با این سن و سال رسیدی. آیا تو در حیاتت یگان بار فهمیده ای که زیبایی بیرونه مهم نیست، بلکه زیبایی درونی مهم است؟ فهمیدم پدر. پدر نگو مرا. پدری شمایان همان استای سنگ مزار تراش است، من نه. تو چی؟ انیل؟ من فهمیدم پدر جون.
مهم صورت است و تو از او خوشروتر هستی. بس کن. کاری کردگیتون رو کردید. انگشترین دستی مرا برآورده به دستی آن ابله ماندید. خرسند هستی ممدو؟ بسیار زیق هستم پدر. جایی تو را هیچ کس نمیگیرد پدر جان. بغیر از آن من به ممدو هم گفتم از این بختیار رفت شکر نمی براید. آب برآوردید کو؟ پشیمانیم پدر. پشیمانی هیچ فایده ندارد ممدو. ایتکین به شما وقت و ساعتش را گفت. اکنون میبینیم چی کار میکنید. به همین هم شما به بلا گرفتار شده اید. من به شما کاردار نمیشوم. حتی شما را میبخشم. این خطا به من بسیار دست شد. از دوری پدر مافیا بودن زیبا میتابد، اما این طور نه. دردم را تنها خودم میدانم و خدا. هر لحظه با پسد نگاه کرده دزد و حرام خورو دروغگو را پیش میکنی. سرت ناآرام است. صاحب عائله سالمی درست نیستی. فقط در فشاری روانی هستی. این را طاقت کردن آسان نیست. مدتی دراز باز سرم را گرفته از اینجا رفتن میخواستم. اکنون همه چیز را به من استفاده برید. من میروم. ما رو نپرتو پدر. با شما کاردار نیستم. با من هم پدر جان. با هر دویتان هم کاردار نیستم. ما را نمیکشی پدر. ایتکین یوز به همان هم شما را میکشد. من شما را برای چی کشم؟ از کشتنم خسته شدم. دلم نمیکشد. من این کارها را پرتافتم. این حیات با من امکانی دوباره داده بود. به دههای نزد ساحل میکشم. کتاب میخوانم. ماهی میدارم. بگاه پیش از فرامدن آفتاب در نزد ماهی نمیدانم. استغفر الله. من توبه میکنم و 2 رکعت نماز میخوانم. خدا قبول کند. با شما دیگر کاردار نمیشوم. این به من موافق است؟ سر نده برو پدر جان. پدر سر نده. سر نده برو. ببخش. سر نده برو. سر نده. سر نده. ببخش پدر جان. ببخش. سر نده پدر. مرو سر نده. مرو سر نده. خیز ابله خیز. خواب دیدی ابله؟ باز خواب دیدی؟ تو چی خیل آدم هستی؟ ما از اکای ایتکن چی خیل خلاص بشویم. گفتم من عقلم رو خورده ایستادم. تو در اینجا خواب میبینی. من هیچ خوب نیستم اکا. رفت پدر رو دیدم. ما را ترک کرد. ماهی می داشته است. چی خیل میخواهی؟ من از کجا میدونم؟ اکا رفت پدر با من گفت که من توبه کردم. ما هم توبه کنیم اکا. با پیش ایتکی نکردیم. ما این کار رو باز کردیم. گوییم گیرن رفت چکر رو پرونند. بختیار رو پرونند. و ما چکا ما در یک دهه نزد ساحل صاحب عائله درست و سالم میشویم اکا. بعد از اون فواد ما رو با اره پاره میکند میپرتاید. بیا بر اومده هوای تازه گیریم. چای نوشیم. بختیار اومده ایستاده است. نوران
خودم رو میخورم. این بختیار میگوید که من در فرما هستم، مبادا در پیش اون دختر نباشدم. اکا؟ با خدا که اکم در اون شب نشینی چیکار میکرد نمیدونم، اما به یگون شبهه یگون چیز فکری داشته تو بر این نیست، یعنی وای دختر و اکم از یک دنیا نه بلکه از یک جهان هم نیستن. تو براحت باش ویلدن. ای نورم، از برای خدا تو چی ها گفته ایستاده ای؟ در بری بختیار دخترهای زیبا تو باشی مرا آرام شو میگویی. اگر خودت میبودی چیکار میکردی؟ چه خیلی یعنی؟ اگر در بری جنیر یگون دختر زیبا میبود تو چیکار میکردی؟ چیکار میکردی؟ جانم، اما جنیر مرا بسیار دوست میدارد، وای در حیاتش این کارو نمیکند. تو چی گفتن میخوایی؟ من نفهمیدم. یعنی اکم با او دختر در حیاتش کاردار نمیشود گفتنی هستم. ای ویلدن نگاه کن، حاضر زنگ میزنم. بله زنگ زد. زنگ نزدنت کاری خطا است. زنگ میزنم. زنگ زن. باز مشغول است. انا باز مشغول است. برای چی اینقدر مشغول است این آدم؟ اگر بیند البته با ما زنگ میزند. باز مشغول است. این فؤاد با ما چطور سلاح‌های ویران رو گذران حالا هم نفهمیدم. من هم نفهمیدم. در کجا خطا کردیم؟ در کجا؟ دیگر کس نکرده باشد. بغیر از فؤاد دیگر هیچ کس جرأت گرفتن سلاح آیتکین رو ندارد. مقصدش معلوم، معامله بین ما و آیتکین رو ویران کردن میخواد. ابله در کجا چطور این رو کرد نمیفهمم. عجبا آدم های ما رو خریده باشد که؟ نه به خریدن نه، به دیگر راه کرد این را، اما ما تا حال این را نفهمیدیم. بختیار در کجا بودی؟ اکا آمدم آخیر. اکا گوش کن، من یک چیز میپرسم. عزیزه مادرم علاقه بین ما رو نمیدانستگی بر این گپ‌های زد. من هیچ چیز رو نفهمیدم. شما میدونید بین عزیزه و رفت چه خیلی مناسبت بود؟ تو بیماری چی؟ مناسبت بین زن و شوهر رو ما از کجا میدانیم؟ جرأت داری از عزیزه پرس. پرسیدم جواب نمیدهد. چیکار کنیم جواب ندهد؟ همش از پشتن همون ابله به سرمان اومد. چه خیلی از پشتی وی؟ فؤاد برای چی اینقدر دیوانه شد؟ برای چی اینقدر به ما ضربه میزنند؟ برای چی؟ خب تمام، بین رفت پدر یک نافهمی بودم و اون زن به کار دخالت کرد. دعوای عشق کرد. دعوای عشق. کدام زن؟ بچیم فؤاد با عزیزه مسئله شون کن. چه خیلی مسئله؟ دوست داشته پیشینش آخیر. دوست داشته پیشینش؟ چه خیلی؟ انا میخیل. با تو چی شد؟ تو چه شوخی با شوخی با عزیزه عاشق شدی؟ عاشق گفتی؟ چه خیلی عاشق؟ آکا این بی عقل با عزیزه عاشق شده است. چه؟ کی عاشق شدی؟ جدی شو کمتر؟ بختیار برادرم مرا گوش کن. عشق یک عالمی پر از درد است. عشق بغیر از بلا دیگر هیچ چیز رو نمی آورد. در این عالم همه چیز شو، اما عاشق نه. این رو به کله غوثت جا کن. حالت داخلی ما رو هم نفهمیدی؟ وقتمون رفته ایستاده است. اگر سلاح‌های ما رو عوض کرده فؤاد رو اثبات نکنیم، آیتکین همه ما رو میکشد. با عقل شو. در بندر سلاح رو عوض کرد. در بندر چطور؟ یک مشکلی نیست. همش در جایش. آدمی فؤاد بود؟ کی آدمی فؤاد بود اکا؟ در بندر مرده که سلاح رو به ما داد رویش سوختگی بود. این چه دخل دارد؟ ای به عقل حالا هم بیدار نشده ای؟ فؤاد آدمانی بندر رو کشته، در آنجا آدمانی خود رو موند. آنها به ما سلاح‌های قلبکی دادند. میگه دیگر چطور میشود کلدم؟ چه خیلی نقشه کشیده هستن؟ وای آدم رو تستر یافتنمون در کار. چطور میوبیم اکا؟ با پیش پلیس رویم؟ پلیس میگوید بی عقل رو بین.
اکا این 2 گرم عقل داشت عشق کارش را کرد. در باره عشق سر نکنید ابله‌ها. من از کلاس میرویم. کلاس کیست؟ کلاس قطعی سیاهی این عالم از رفتیم. اوی کلاس انا همون مردی ریشدار است. با دقت باش، باز خودت را آشکار نکنی. مالش کلی خدا صدا. رفعت پدر، خوش اومدی پدر جون. خوش باشی کلاسک. دسترخوان تیار کنم پدر. نه پدرم سر و سیمه هستند. یک مرد رو میکوبیم. تو جایش رو انیق میدونی؟ با خدا برای رفعت پدر جانم را قربان میکنم. یعنی دونم میگویم. میدونی نوکک او رو در نزد تو دیدیم. درباره من کسی ناشناس نبود. بریشم قسم میخورم. گبزن کلاسکی ابلا در کجا شما رو فرارید. التماس شما رو دوست میدارم. فرارید. چی کار کرده ای صدایی؟ در این دنیا بعضی آدم ها با سلاح، بعضی ها با پول گپ میزنند. این چی؟ شما کرا کفته ایستادید پدر جان؟ در رویش ایزی سوختگی دارد. شما چچه ما را کفته ایستادید؟ چچا گفتی؟ چچا پدر. چچا در بیکاز خانه دارد پدر. در آنجا. اگر از چشم گم شود با اونجا میرود. بیکاز انیقش در کجاست؟ خاطر می نویسم. می نویسد. تشکر. پدر رفتیم. رفعت رو امروز یا اینکه فردا گور میکنند رابط. چی گفتی نفهمیدم. من هم همین طور میدانم. این طور انتظار کردن در کار نیست. کاری رفعت ادا شد رابط. چی گپ است کلاسک؟ اکا یک معلومات به دستم اومد. یعنی این خیل اون خیل نه. برابر کلو است اکا جون. نقل کن کنی چیزی باشد میدهیم. معلومات از رفعت اکا جون. رفعت رو مردگیش رو من هم میدونم خوشموی. معلوماتی گفته‌ات همین است. خیل مردگی وای حاضر در همینجا بود. مردار چی خیل در اونجا بود؟ با خدا در همینجا بود اکا. آدم هایش به جای من آمد. چاچه تو رو پرسیدن اکا. آخران مراتبه با او تو کار کردی. برای همین یکی در کار میشود گفتم اکا. مایلش کلاسک. رفتیم رابط. این رفعت ابله نمرده است. پیش از اونها چاچه رو یافته تازه کردن ما لازم. رفتیم. محترم رفعت بعد از جراحی تماما آدمی دیگر شده به خانه برگشت. باور نمیکنی به طاهر اونقدر به مهر است که اگر ندانم طاهر عزیزه و رفعت از یک میوه عشقند. رفعت عاشق کوری عزیزه است تا همین درجه. بهوده گپ نزن. رفعت مرا دوست می‌دارد. چی نقل نکنم؟ نقل کن. بهوده گپ زیادتی نزن. من زیاد نمیگویم. به همین همه رو شبونه به اینجا دعوت کردی. اگر اویلمون فهمه که من شب در خونه نبوده هیچ چیز نمیشود. خاطر نشو. رفعت و عزیزه در مدت کوتاه جدا میشوند.
به پدر کلان شدن این کودک را من اجازه نمیدهم. فهمیدی؟ این رو گرفته به حجره عزیزه میگذاری. این چی است؟ دستگاه شنوایی. اکنون همش رو خودم میشنوم. نه اکنون. آنها زن و شوهرند، البته یک جویا میشوند. این خیلی نمیشود. رفعت به عزیزه کاردار نمیشوم. او را دوست نمیدارم گفته بود. تو گفته امر کن. من هیچ وقت این کارو نمیکنم. این ممکن نیست هیچ وقت. میکنی. تا بازدید. حالا استریفت اگر کار خطا کنی نست بکنمت. بختیار گوشون با تو کار رو تقسیم میکنیم. میم دو مرد رو بگب میگیرد، من او رو میکشم و تو رو گور میکنی. من برای چی گور میکنم اکا؟ تو گور کو نیستی مگر؟ نکشم نمیشود. بس کنید ابله‌ها. انیل تو هم تیز، راه خالی است. یگون کس خبر دهد چچا میگریزد. ما میموریم. این ایتکین از کدام وقت بخشیدن خیانت خود را سر کرده است رابرت؟ چی علاقه دارد؟ دامادش باشد داماد. در داخل این کار دیگر کار است. چند بار آوازی سلاح آمد نفهمیدیم ها؟ با پیش چشم پیش از آنها باید رویم یا که گناه به سر ما میافتد. این ماشینت را ران زودتر با دست شکارچی تومه نشویم. حالا هم درسیدیم. آمدیم اکا. اکا ایتکین کاری اصلی را فهمد. آن وقت فؤاد را انیق میکشد. مانند تو از بالایش میگذرد. این چقدر راهی دراز است. آمدیم اکا، کمتر دیگرانه و بالاتر. ما این چچه ابله رو برای چی نکشتیم؟ رابط من یک کس رو اگر نکشتم در یادم رسون که هیچ کس رو زنده نمانیم. از اینجا گرد با راهی کوتاه رویم. درک شده است. درو ای سوختگی سلاح‌ها در کجاست؟ رفعت پدر، من هیچ چیز رو نمیدانم. با من گپ زن لعنتی. تو کی هستی که رفعت پدر با تو گپ زند؟ سلاح‌ها در کجا است؟ جواب ده. من با این کار هیچ علاقه ندارم پدر. در اینجا با یک عذاب زندگی به سر میبرم پدر. کنی اینجا بیا روی سوختگی و تو میگویم سلاح‌ها در کجا اند؟ جایش رو نمیدانم اکا. یک چیز رو میدانم که در بیکوز بندر بار را میکشاند. سلاح را گرفته میگریزدن. این ابله را ببند، سخت بند. اکا جان، من شما را دوست میدارم، خواهش میکنم. من هیچ چیز رو نمیدانم. این خیلی خیز لعنتی. خیز. خواهش میکنم اکا جان، من هیچ چیز رو نمیدانم. التماس. دهانت را کشا. دهانت را کشا. بگو بندر رو ضبط میکنیم. اگر گفته های دروغ باشن آمده تو رو پاره میکنم. فهمیدی؟ فهمیدی لعنتی؟
میگوید که فهمیدم. آفرین چچه. آخرین وظیفت رو به خطا به جا آوردی. حاضر نوبت من هست. وظیفه‌ای که به تو دادم من انجام میدهم. تو رو به دست آنها نمیمانم. معلوماتی داده تو خطا بود. اگر که فهمند آمده تو رو میکشند. میدونی این رو چچه؟ من غمگین شدن دوستانم رو نمیخواهم. الوداع دوستم. رفتیم. اکا چیکار میکنیم؟ رفته گروه را بینیم. الو نوران؟ اکا چی حال دارید؟ خوب هستم. شما چیکار کرده ایستاده؟ ما هم خوب هستیم. وای چند بار زنگ زدیم برای چی جواب ندادید؟ به آواز بود نوران. حالا عمیق نکنین. امشب در کجا بودید؟ ای خدا، در فرما. ببین روی راست دروغ میگوید. چه خیلی فرما اکا؟ شما رو در شب نشینی دیدند با یک دختر. نه، تو از کجا میدونی؟ بین وای یک مشتری من دید. همون گفت. کدام مشتری؟ از کاشونه حوز یک مشتری من. گویا شما میشناخته باشید. اوه، از طرفی کار دعوت شده بود. از آنجا به فرما گذاشتم. دختر رو پرس. دختر رو مایلش خبون. دختر در براتون. کدام دختر؟ همون دختری زیبای دنیا. وای زیبای دنیا. از فرما حصه میگرفتگی یک مشتری است. برای همین به نزد او رفتم. دیدی من گفتم کو. دیگر چی است؟ مایلش اکا جان تو دیدار. برای همین رو پرسیدن زنگ زدی نوران؟ بله اکا خواطیر شدیم زنگ زدیم. این تلفنی تو هیچ تمام نشده. بختیار من ویلدن گفتم یک آوازت رو شنوم. ولدن؟ بله عشقم تو چی خیل هستی؟ چه خیلی عشقم؟ ولدن چه خیلی عشقم؟ کمتر جدی شو. ولدن، عشق در عالم ما پر از درد است. عالم گفتی بختیار؟ درباره کدام عالم گپ میزنی؟ درباره عالم شترمخ اخب کن، کار دارم. در کجا مانم این رو؟ اینجا نمی شود. ای بی نوران هم زیبای دنیا گفت. با عزیز زنگ زنم یک آوازش رو شنوم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ وای یگان چیز برای درزمال کردن نیست. برای همین آمدم. یگان چیز نیست. میتوانی برای ایستو یک ثانیه.
ҳаминро дарзмул кун, пагоҳ дар кор мешавад. майлаш, хуб шудааст. ин барои чӣ ба ман занг мезанад? чӣ мехоҳӣ? барои чӣ занг задӣ? овозатро шунидам хостам. бас кун. ин ахмақиятро бас кун. бахтиёр, ту мурданро беҳуш шудан фикр мекунӣ? нафаҳмидам. дар телефон ҷар гапзанӣ тамом мешавад, чин смс сар мешавад. акай айтекин моро гур мекунад агар силоҳҳоро наёбем. бас ҷиддӣ шав камтар. чикор кардӣ? монди дастгоҳро? не чӣ хел? не, хонум азизам маро дид. ту дастгоҳро додӣ абла? не, надодам. охир вақти хонум азиза ба ҳуҷрааш даромад, дасту поям ба якдигар печиданд. элам, ман мурдам. гап зан. чӣ шуд охир? гап зан. дастмолро фаромӯш кардам. либосҳои хонум азизаро сӯзондам. маро аниқ аз ин ҷо меронанд. беҳуда гап назан. наход барои як либос туро пеш кунад. охир ин туфаи бародараш буд. ҳар вақте ки ба мазораш мерафт ҳамин либосро мепӯшид. аниқ маро меронанд. пеш аз оне ки онҳо маро меронанд, ман худам баромада меравам. неист, ба ҳеҷ ҷо намеравӣ. дар ҳамон ҷоист. ту ба ман лозимӣ. роҳи осонаш аст. дарди сари тоҳир бикунӣ. чӣ? агар пурсанд тоҳир сӯзон мегӯӣ. барои исбот ягон чизи кӯдако дар пеши либос монд. хавотир нашав, бе ҳамон ҳам ҳеҷ кас намефаҳмад. азиза аз тоҳир намеранҷад. аз пеш кардан хуб аст. ба кӯдак гуноҳ нест? тоҳирҷон, ту гушна нестӣ? ягон чиз биёрам? لطیفه با بولو برایت میسوزد. خانم لطیفه تو چی گفته ایستاده امیل؟ چی خیلی سوختار؟ امیل این چی دم شد؟ زودتر خدا خدا نگهبان باش. ای وای دخترم تو نزدیک نشو، با خودت ضرر میرسانی. این در اینجا چیکار میکند؟ امیل این در اینجا چیکار میکند؟ من این رو برای دستمال کردنی تو ندادم. خانم عزیزم من این رو دستمال کرده بالای کد موندم.
این دستگاه موسیقی توهیر نیست؟ دستگاه موسیقی طاهر در اینجا چیکار میکند؟ طاهر دستگاه رو در اینجا گذاشته. طاهر این رو برای چی کردی؟ تا همین روز چیکاری که کردی بخشیدم، اما این رو باید با من نمی کردی. طاهر این توفای آخرینی برادرم بود، از آخرین خاطره با من مانده بود. تو چیکار این رو؟ تو رو اصلا نمی بخشم، تو رو اصلا نمی بخشم طاهر. تو چقدر انسان هستی، تو چقدر پسر هستی طاهر، تو چقدر پسر هستی. طاهر پسرم، تو این کار رو چطور کردی؟ گبزن تو این خیلی بچه نبودی. با تو چی بلا زد؟ با تو چی گویم نمیدونم. مرا بسیار شرمنده کردی. نقشه رو چی خیلی که من گفتم همین طور اجرا میکنید. اگر یک خطای خورد شود ما رو میفهمند میکشند. ابله با همین تلفن. من همین بطری تلفن ادران. الو چی؟ من تیز باید خانه روم. اگر رفتیم که پدر آمد رفتیم. دام انیل دام، با این دیوانه چی شد؟ گبزن چی شد؟ خاله لطیفه زنگ زد. طاهر در خانه سوختار رو به عمل آورد. خیلی سوختار نمیدادم. تیز به خانه بیا گفت یا با طاهر یگان چیز شده باشد. انیل بین سر خودمان در بلا ماندگی این باشد سوختار خاموش کنی میرود. گویا که این کلغاز پژرنیک باشد. ابله چی کار کرده ایستاده ای؟ میکشی ما رو. آهسته. چی شد الین؟ سوختار خاموش شد؟ خاموش شد محترم رفعت. همه خوب است؟ خوب اما طاهر نیست پسرم، طاهر نیست. چی خیل نیست؟ گم شد. چی خیل گم شد؟ باز در یکانجا پینان شدگی؟ لباسهای عزیزه رو سوزاند. من هم کمتر با او داد زدم. گریخت. با او یگان بلا شود من زندگی کرده نمیتوانم. شما حولی رو خوب کنید. همه طرف رو بینید. ما یک بار دیگر در اون رو بینیم. رفتیم. شما همه جا رو دیدید؟ دیدیم پسرم، دیدیم. داخل جوان رو هم دیدیم. امیل تو تاخانه رو بین. دیدم جناب. یک بار دیگر بین.
حاضر. من یک بار دیگر حجره ها رو بینم. این چی است اکا؟ یگان کارمون نیست مگر باز کودک رو نگاه کنیم. انیل خب کن، دیوانه نکن مرا. به همین هم به یک عذاب خودم رو داشتم. پیش از تکین من و ابله را میکشم. همین خیلی میشود. عزیزه جان، با خدا بسیار زیق شدم. اما بین طاهر هم زیق شده است. به فکرم بجا شده است. او را یافتن نمیتوانم. در کجا بدانش را نمیدانی؟ نمیدونم. دونستن هم نمیخوام رفت. بس طاقت کردن نمیتوانم. این کار باید تمام شود. چی تمام شود عزیزه؟ کودک لباسهایت را سوزان گفته خانه امان را ویران میکنی. کدام خانه رو گفته استادای بی تربیه؟ خانه هر دویمان را. من دیگر صبر نمیکنم. اکا نیست آخر یگان کودک پودک نیست. رفتن نیست گوییم اکا نیافتیم گوییم. وای درخت رو هم بینیم. اکا کودک در درخت چی کار میکند؟ وای پرنده نیست. تو در حیاتت به درخت نبر آمده ای؟ ها؟ اکای مندو اینجا بیا اینجا بیا 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 بیا. در کجا؟ انا در آنجا. چطور به آنجا بر آمده است؟ نمیدارم. پسرم فرا به پایان. برای چی بر آمدی به آنجا؟ انیل کنی او رو فرار. با همین وست اکا من نمیبرایم. تو بر آمده توانی برو. ابله اکا بیامون حاضری میغلطد یگان بلا میشود. کارمون رو ویرون نکنیم. فریاد کنیم بیایند. پسرت آخرین خاطره دادرم رو سوزان. تو باشی اینجا با من خانه هر دویمون گفته بیهوده گپ میزنی. مرا مسخره داری رفت؟ طاهر در اینجا. طاهر در اینجا. طاهر جان پسرم. طاهر جان پسرم با پایان فرو. طاهر جان جانکم بیا 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 فرو با پایان فرو. بچه جان من مردم آخر فرو. بیا. الین داو یک زینه پایایم. عدیل تو کمک کن. بین پدر جانت هیچ عصبی نشده است. عصبی نشدم. من برای او عصبی نمیشوم. طاهر میدانی یک بار در خوردیم در سین سال تو من هم خانه رو سوزاندم. اما من نسوزاندم. قریب همه ای خانه سوخت. پدرم با من بسیار عصبی می شود. گفته ترسیده گریختم با یک جا پنهان شدم. برای من بسیار خواطر شدن. گفتن یا نیافتن. اما من در مرخانه پنهان شدم. فکر کردم پدرم مرا یافته می زند. بعدر پدرم جای پنهان شدم را یافت. من از ترس گریه کردن رو سر کردم. شما را نزد. پدرم راست به طرف من دوید. او هر قدر به طرف من می دوید من بسیارتر گریه می کردم. پدرم به طرف من دوید. بعد مرا آغوش کرد و هیچ عصبی نشد. هم تو برای من بسیار خواطر شده است. حتی به طرف خانه نگاه هم نکرد. من هم برای تو خواطر شدم طاهر جان. ای همین تمام خانه سوزدو. مهم با تو چیزی نشود. میدونی الیم ما حاضر
یک زینه‌پایه را در عین وقت دو کسه میکشونیم. بعد چی شده است؟ هیچی. تقدیر آخر چی در کدام وقت میشود نمیدانی. برای همین گفتم. تو دیوانه هستی؟ بین طاهر جان، حاضر زینه‌پایه رو میارم. حاضر من با زینه‌پایه به نظر میبرم. مایلش تو هیچ نترس. از جوی نجوم تو رو آغوش میکنم. هر دو با پایان میفرایم. مایلش ها میایم. مایلش آمدم. بیا آغوش کنیم و پایان فرایم. بیا مرا آغوش کن. اپا با طرف من بیا. آفرین، بسیار خوب. اکنون میفرایم با پایان. آهسته 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 پسرم. بیا جانم. جانی من. طاهر جان، مرا بسیار ترساندی جانکم. طاهر جان، از اینها هر روز 7 دونگی خوردن در کار است. 1 دونه فندق، 1 دونه بودو، همش رو خوردن در کار است. چی لمود میوه‌های مغزدار موجود است. اگر از همه آنها 7 دانه خوری فربه میشوی. نه، لیکن چای بسیار خوب شده است. ای عجیب، بختیار هم در آنجا چای خوب نوشیده باشد. چای در اینجا میشودگی چیزی نیست. از کجا مییابد همین طور نویلدن؟ مسخره نکن. اما تو هم کاری کرده با اکم هم صحبت شو. یا اکم رو دوست نمیداری ویلدن؟ دوست میدارم. در همه حالت به خاطرم میآید. چین خیلی نگاه میکنی؟ گویا که جنیر به یادی تو نمیرسیده باشد. خیلی تلفنم رو ده، یک SMS روان کنم. چیکار کرده ایستاده باشد؟ دیل به دیل نزدیک است. تو رو من میخورم. بردار. من هم حاضر به تو SMS روان کردنی بودم. یک بار از تلویزیون نگاه میکنی؟ در کجایی؟ در پیش خونتون. از تلویزیون نگاه کن. وای عشقم، من در خونه نیستم. دوگانم امروز تولد کرده و من باید نزد دوگانم میرفتم. حاضر من در نزدش هستم. گفتم با تو یک سورپریز کنم. بیایی خیل میکنیم. به این هم من حالا میبرایم. من به نزد تو نروم و تو به نزد من بیا. میلش خوب، اومدم بعد گپ میزنیم. میلش خوب. چی گپ شد؟ جنیر به نزد خونه رفته است. حاضر به اینجا میآید. چی میگویی؟ چیکار کرده ایستاده‌ای؟ با خدا من میبرایم. پدرم بیدار شود تو روی دورم میکنی. خیر دختر من، چه پدری تو روی دورم میکنم؟ من نمیدونم، تو خودت میدونی. میکنی یکو کار میکنی. آبت آوردن. آب رو خور پسرم. این کارو دیگر نمیکنی. تو هم بخشیدی طاهر را. بله بخشیدم. طاهر جان گوش کن. اون لباس برای من خیلی مهم بود. برای همین تو رو نمیبخشم گفتم. اما همش گذشته رفت. همین طور نه؟ تو هم زیق نشم. آدم خوب هستی به خدا. دیدی طاهر، من با تو گفتم که مادرت تو رو میبخشد.
مادرت؟ اون مادر من نیست. مادرم در نیستی، مادرش هستی. در خانه مهر نیست، محبت نیست، حضور و حلاوت نیست. آخر چیکار کند این بچه؟ سبب ناراحتی من هستم. همین توانی لطفه خانم؟ در این خانه برابر انگشتان کودک است. پنهان نکردیم، فهمانده نتوانستیم، دانسته ایستاده به پسرم خانه دار شدی. گفتن در کار است که مادر این پسر شدی. کمتر به خودت اهمیت میدادی، حاضر اینها را نمیدیدیم. بس از حد گذراندید رفت. خوبی خوش. عزیز جان، مادر او برای چی این خیل بکنید؟ زند به کودک مادری کند گفته حرکت میکنم. به مانند یخدان این طرف آن طرف میرود و میآید. نه از کلینی نه از مادری خبر ندارد. مهمش تو رفته از زند پرس که برای چی او این طور میکند. مرا نه. رفتیم طاهر، رفتیم. اینجا بیمارخانه عصب است. با خدا در این خانه 1 دقیقه ایستاده نمی شود. اما عزیزه، عشقم، دوستت در اینجا زندگی میکند؟ آنها کمتر فقیر هستند. ای خیر میلش، میخواستم سورپریز کنم اما نشد. باقی مانده‌اش رو در خوراکخوری در بیرون میگذرانیم. خیلی گلهای زیبا. هر روزمون مثل گل است عشقم. تا وقتی که ما زنده هستیم این روزهایمون مانند این گل میشود. بسیار زیبا حرف میزنی. جنیر، من از تو یک چیز میپرسم. پرس جانکم. پیش از من به یگان کس عاشق شده بودی؟ پیش از تو کسی رو دوست نداشتم. یگانه کسی که دوست داشتم این تویی عزیزم. تو رو بسیار دوست میدارم. من هم. اما من باید به خانه روم. برای چی؟ پدرم به سیاحت میبراید، کمی با او باشم. میلش؟ باز من فکر کردم که مرا با پدرت شناس میکنی. بیایی خیل میکنیم عشقم. پدرم برگردد بعد شناس میشوید. برادر، شما برا با چی حال پرت افتید؟ با این جنگ کلین و خوشدامان افتیدم. با خدا نمیدونم چیکار کنم، حیران شدم. بختیار، تو چی خیل آدم هستی برادر؟ پگاه در بندر جنگ مردن رو میبینیم، تو باشه با ما آمده جنگ کلین خوشدامن رو نقل میکنی. با شما هیچ دلکشایی کرده نمیشود. تو رو من دوست میدارم. پگاه اگر موریم هر سه همون رو به یک تابوت میگذارند. آیا تو خبر داری؟ برای چی میبریم اکا؟ مگر همه چیز تیار نیست؟ پگاه بنده رو ضبط میکنیم، سلاح رو خلاص میکنیم، فؤاد رو به پیش پای ایتکین میپرتیم. تمام. این دهان رو بینه، دهان رو فؤاد رو به پیش ایتکین میپرتیم. فهمیدی اکا؟ این خدر آسان است این کار ها. وزنین است؟ تو رو خوب رو آسان است، وزنین است. پگاه همش رو میبینیم. میلش خوب خوش. خوب خوش. خانواده تو خوبند؟ آنها بعضا بر وقت میخوابند. با فکرم پدرت به کجای سفر داشت؟ پرواز پگاه بوده است. یعنی من پگاه سحر او را خودم گسیل میکنم. تو میدونی از تو جدا شدن برایم مرگ است و خلاص.
عشقم برای سورپرایزت یک بار دیگر تشکر. تا دیدار. تا دیدار. عزیزه کمتر گپ زده میتوانیم؟ گپی میزدگی نیست رفت. گوش کن بسیار مونده هستم. خوب دارم. این 2 ماه همین طور میرود؟ چه همین طور میرود رفت؟ علاقه همان رو میگویم. همین طور دوام میکند؟ دوام نمیکند. دوام نمیکند. کی میخواهد؟ گفته من رو تیزتر کنی هم تو و هم من خلاص میشویم. میشود؟ میشود؟ میشود. اما چی گپ زنیم؟ رفت تکرار مجبور نکن که یک چیز رو گپ زنم. در وقتی خانه‌دار شوی شرط کرده‌مان رو میگویم. چه خیلی شرط؟ تو ما رو مسخره میکنی؟ نه استغفرالله. برای آن عصبی میشه که من فراموش کرده نمیتوانم. نمیتوانی رفت. فراموش کرده نمیتوانی. همان روزی شرط رو فراموش کردنت این خانه‌دار شوی همان تمام میشود. فهمیدی؟ فراموش نکردم. شوخی کردم. شوخی کردی؟ با من شوخی پوخی نکن رفت. نمیخوام. با من شوخی نکن. حاضر به حجرت گذر. من خوب میروم. مایلش چه خیلی که خوبی؟ درت رو پوش. تمام؟ من مردم. کیز داره اونجا؟ کیز داره اونجا؟ وای خدا جان، پیش بیرون برا. یه خدا یا خدا ممکن باغبان مانده است. برای چی اینها را به اینجا مانده است این مردک؟ الان شدی به حالی من نخوب است. با دست افتادم. نجاتم ده. من با تو بیرون نبرو نگفتم. اگر اینطور گفته باشم این آخر به فایده تو است. مرا برای چی گوش نمیکنی دادر؟ از پشت کارهای تو از خانه برآمده نمیتوانم. مرا با حال خودم گذار. تو با من زید میبروی؟ من غلامی تو نیستم. این رو فهم اکا جان. چی خیل غلام؟ من چی کاری کردم برای خوبی تو کردم؟ بس است اکنون. من از تو دیگر چیزی نمیخوام. مرا با حال خودم گذار. فهمیدی؟ جنر
من با تو بیرون نمیبرایی گفته باشم؟ نمیبرایی. بسیار چیزهایی هست که دانستنی تو ضرور نیست. من رو فهمیدی؟ گوش کن اکا، من با تو کار ندارم. تو از پسی کاری خودت شو، من از پسی کاری خودم. نوران نوران ای توش دهانی نوران 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 من شادی بیگ. شادی بیگ؟ مرا در اینجا قلف کردن. خلاصم کن. مایلش آروم شو. من تو رو خلاص میکنم. مایلش تو آروم شو. زیغ نشو. نشیده است؟ یک دقیقه. شادی بیگ اگر تو نمی بودی من چیکار میکردم؟ اکنون رفتیم از اینجا؟ رفتیم. ایستد. اوکی. نجون بیاد. چی کار میکنه در حولی من؟ شما را به پلیس میدیم. نه امک جان، ما را به پلیس ندهید. ما دوست نیستیم. قسم میخورم که دوست نیستیم. این شادی بیگ، ما فاتحه شده ایم. فاتحه شده اید؟ در حولی من چی کار میکنید؟ امک جان، ما با شادی بیگ در کوچه دست به دست از محبت صحبت میکردیم. هوش ما رفته است. چشمون ما رو کشوده میبینیم در حولی شما هستیم. با خدا که تنها صحبت میکردیم. تو هم یگان چیز بگو شادی بیگ. بله بله امک جان، ما با نوران فاتحه هستیم. ما فاتحه هستیم با نوران. حتی میدونید امک جان، عمری من با دوستداری نوران گذشت. وقتی که نامش را میشنوم دلم آرام میگیرد. امک جان، بخت بر روی من بخندد تمام دنیا و حتی زمین و آسمان به توی خانه مبدل میگردد. اگر دستم رو بگیرد خودم را در جنت تصور میکنم. امک جان، این نگاههایش، این چشمانی آهمانندش را میبینم. قلبم امک جان به کیهان پرواز میکند. اجازه ده رود. امک جان، بگذار که این رود. به پلیس خبر دادنی باشی من اینجا می ایستم. بگذار مرا حبس کنند. به عاشقان عقل یاری میدهد. حرمت من به دوست داشته ها زیاد است. تنها یک چیز را نفهمیدم. شما برای لحظه رمانتیک را گذراندن کفته حولی مرا یافتید. یک دیگر را دوست می دارید. خیلی زیاد. خانه دار شوید. این کار خیر را به تأخیر نگذارید. بله امک جان، بله خانه دار می شویم. حتی روزش رو انیق کردیم. شما رو هم انتظار می شویم. اکنون ما رویم. شبی خوش. خدا از شما راضی باشد. از ترس قریب میمردم شادی بیگ. مثل خوبی بد بوده. تو هم خیلی ماهر بوده. چطوری خیلی درو خورو بفته برآوردی؟ تو خیلی دانه بوده. آفرین آفرین.
من از دیدن تو سیر نمیشم. ای تو هم مرا راحت مان. برای چی تلفنت رو نمیبرداری؟ تو خوب نیستی؟ این خوب است. شاید در خوابش گپ میزد. من یک پرسم عزیزه، تو رفعت رو دوست میداری؟ نه. هیچ وقت دوست نداشتی؟ هیچ وقت دوست نداشتم. درت رو پوش خوب رو رفعت. خوب نبود است. او وقتی که هیچ وقت دوست نداشته است برای چی خانه دار شده است؟ ای خدا خدا. شکر پدرم حالا بدور نشده است. شادی بک بسیار تشکر میگویم. مرا ببخش، بسیار به تو تشویش و زحمت دادم. استغفرالله، هیچ گپ نیست. تو در آنجا برای چی محکم بودی نگفتی؟ اصلا راست میگویی، از تو هیچ چیز پنهان نیست، همه چی رو میدونی. از همه دوستی نزدیکم شدی، همش رو نقل میکنم. بیا شینیم با اینجا، بیا. یک جوانی هست، جنیر، بسیار زیبا، برزم این بای است. با یک دیدن پسندم شد. بعد چند بار وا خوردیم، فهمیدم که عاشق شدم. دنیایم در اطرافی او دور میزند. شادی بک یک بار بینی، اگر تو هم معقول میکنی، مانند فرشته است. جوانی خوبی دنیا، عموما زیبا، یعنی به خودش اخلاقی خاص دارد. چه خیل گویم، انشالله هر دویتان رو روبرو کرده شناس میکنم. اون وقت میفهمی چرا اینقدر آوارم. انشالله. او هم مرا بسیار دوست میدارد. مهمش همین است. اویلش بیوی هم خیلی بوی است. اکاش کارگری کلون است. من نگفتمش که پدرم سنگتر روش است. میفهمی؟ دروغ گفتم. فهمیدم. فکر میکند که ما بوی هستیم. آن منزلی بر هوا رو از ما خیال میکند. اما بسیار دوستش میدارم. شادی بک بسیار دوست میدارم. عشق آدم رو چیکار میکند به خدا که نمیدونی. فهمیدم. برای امشب تکرار به تکرار تشکر میگویم. تو که یک توی، تو بر این هیچ کس نیست. پدرت اومد. تو به خانه گذر، با تو باید گپ میزنم. گوش کن شادی بک، میدونی تو را از پسر اساسی هم جدا نمی کنم. میدونم. این دختر چه حال دارد؟ تو در برش هستی، برای همین چشمم را میپوشم. خوابی خوش. خوابی خوش پدر جان.
جناب ببخشید، شما را جناب مندو میپرسد، میگوید که کاری مهم دارد. با شما اشتیاییتم. مایل شیربچه تا دیدن. با کجا میروی پسرم؟ دیروز یک کارمان مانده است. با ممدو و انیل همان را حل بکنیم. مایلش نغز مونید. دخترم آرایشگر رو فریاد کردی؟ بله خانم. بختیار برای چی ما رو انتظار میکنی؟ انا آمدم آخیر؟ رفتم. اکا من از شما یک چیز پرسم. پرس. ولی عصبی نشه. بله شبلا پرس. این عزیزه و ریفت چه خیلی خانه دار شدن میدانید؟ یا اینکه راستش برای چی اونا خانه دار شدن؟ عزیزه و ریفت رو هیچ دوست نمیداشته است اگر فهمیده باشید. ما حاضر به کجا میرویم بختیار؟ با بندر؟ چیکار میکنیم در بندر؟ سلاحهای پنهان کرده فؤاد ابله رو میگیریم. تو ابله باشی از ما چی میپرسی؟ من تو را با اون دنیا فرستم، در آنجا از خود ریفت میپرسی که چه خیل برای چی خانه دار شدن. با جایش گذار تیلاق. مایل شکر. بختیار تو اینقدر مردی بیغم هستی ها؟ خب بیغم وزین میشد، اما هیچ کس ما را بیغم نمیگوید اکا. بس کن ابله. یک دقیقه چی کار کرده ایستوده؟ یک تاتون سلاح رو میبردارد، دیگرتون بس کنه ابله میگوید من پدر شما نیستم. این خیلی باشد اکا من میروم استعفا میدهم. من تو چند بار گویم در نزد دیگران سرداری ما هستیم. ما نزد دیگران ما این خیلی نمیشود اکا جان. من خودم رو جمع کردن نمیتوانم، بعد با نقشی ریفت در اومدم وزنین میشود. من جمع کردنی تو رو رفته می. تو حالا ایست این کار تمام شود من تو رو به نقش پادشاه میدارم. خودت را درار، گیر دستت را، من خودم محکم میکنم. رو اکا این فؤاد ابله برای چی سلاح را در بندر جمع کرده؟ از کجا میبرد؟ من از کجا میدونم؟ انیق است که برای نقشه دیگر. در کجایی ابله؟ در کجایی؟ همین قدر. در 2 دقیقه ریفت مردگی. برو با برون. اوه پدر بسیار شکر که زنده هستی. ما فهمیدیم که با تو سوء میکنن که اسم رو آمدیم. مرا گوش کن ریفت، عقلت در جایش نیست. معلوم خودت را بازیچه کردی ابله، مسخره کردی. حاضر باشد به کارهای نالازم مشغول هستی. در این عالم کی به من سوی قصد کرده میتواند؟ کی به من جسارت کرده میتواند؟ بیا ای تکن بیا.
бибур решаашро, шикан қаламатро, нобудаш кун, нобуд. падар, дар олам нокасон бисёр ҳастанд. худо нигаҳбон бошад. ба ягон нашаман 2-3 сӯ медиҳанд, ба тарафи мо мефиристад. не, мо барои ин кор имконият намедиҳем. ту имконияти худатро вазнин карда истодаи Рифат. ин хаторо ки ба ту гуфт, аблаҳ? аз келаск фаҳмидам. аз келаск фаҳмидӣ ва ба ин бовар кардию давида ба ин ҷо омадӣ. ман ба ту муҳлат додам, аммо ту чорпоя ба сӯи аҷалат медавӣ, Рифат. гир он силоҳро ба дастат. биё ай Текин, парон он аблаҳро, парон. ба ҷои силоҳро ёфта овардан баҳона ёфта асабамро вайрон мекунӣ. ин хатои чандумат ҳаст, Рифат. ҳама чизро вайрон карда мепартоӣ, шаъну эътиборатро. аз ҳама асосияш боқимондаи соатҳои умратро аз даст медиҳӣ. ба ту то шаб муҳлат. силоҳҳо ва он касро ки ин корро кардааст ёфтӣ меёбӣ, вагарна ту ва одамҳоятро зинда ба зинда гӯр мекунам. ҳа, бо ин ҳоли ҳақиронат ту силоҳҳоро ёфта наметавонӣ. он вақт ту бояд бо занат ва кӯдакат бояд хайрхуш кунӣ. ай Текин, ту чӣ кор кардӣ? аблаҳи беақл, ҳайвон, биё рафтем. ака, мо дар куҷо хато кардем? дар куҷо хато кардем? писарам Фуад пеш аз мо ба русухта расидааст, маълум аст. ӯро ба тахта рост кардааст ва мо бовар кардем. ака, чачаро як бори дигар гап занем? ё би гап зада метавонӣ. Фуад кимкай корро ҳал кардааст. то шаб аз куҷо меёбем силоҳҳоро? аз куҷо? ман акнун ба хона меравам. рафта бо азиза хайру хуш мекунам. барои мурданам не, аз барои ишқ ки намемурам, барои ҳамин месӯзам. ҳа, бубинед, дигарашро гирифта метавонам? кадом вақт тамом кардӣ? дастат мулоим ва забонат латиф аст. ташаккури зиёд. машоаллоҳ, бисёр хушрӯ ҳастӣ. хонадор ҳастӣ? не, аммо ҳоло дар футӣ ҳастам. домодшавандаат чӣ кор мекунад? фермаи шутурмурғ дорад. агар корҳояш хуб шавад, ҳамин тобистон тӯй мекунем, иншоаллоҳ. иншоаллоҳ духтарам. инсон ҳамсари ояндаашро бояд хуб интихоб кунад, чунки дар оянда на худашро ва на хешу таборашро ба ташвиш биёрад. рост мегӯед. домодшаванда ҳамин қадар одами хуб аст ки агар шумо бубинед, аниқ дӯсташ медоред. албатта ҳамин хел аст. худо бо нияти некат хонадоршавиятро насиб кунад духтарам. омин, иншоаллоҳ. медонед, дастони шумо бисёр зебо аст.
کار میکنیم؟ من از کجا میدونم؟ با چی بلا ما رو گرفتار کردی فؤاد؟ اکنون چی کار میکنیم؟ یگان کاری میکردگی نیست که من هم بعد از اینجا با منزلم میروم، با عائله هم خیلی خوش میکنم. اکا ما این بیعقل را با اکای ایتکی فروخته پول پرسیم. ابلهی منیک آدم به دامادش رحم نمیکند و به تو رحم میکند. یعنی همینطور میمیریم؟ اکا در چشمان جانم این خیل نمیشود، ما باید اینطور نمیریم. بیا چاره یاب. عزیزه در کجاست؟ عزیزه کمتر مادرت رو پرس. من از کجا دانم؟ چی من پاسبانشم؟ با تلفنش جواب نمیدهد. هر قدر ارکه کنی همون قدر جواب نمیدهد. عزیزه وقتی که تو این سطرها رو میخونی من که ها مردم. پیشه که همین رو میخوام دانی که وقتی تو رو یکم بار دیدم همان وقت با تو دل باختم. با من شپاتی زده بودی کو؟ آن در حیاتم از همه شپاتی زیباتره بود. همه چیز با همان شپاتی سر شد. دیگر کس شده با حیاتی تو در آمدم. عزیزه من رفت چکر نیستم، شخصی با اون مانند هستم. نامم بختیار، اما تماما این دیگر هیچ معنی ندارد. تنها همین را میخواستم با تو فهمم. من تو را دوست دارم. تو برای من عزیزترین انسان هستی. من در عمرم هیچگاه تو را فراموش نخواهم کرد عزیزه جان. اوه عزیزه جان، اوه عزیزه جان. او گریه میکند. این رو میجستی؟
من تو را بسیار دوست داشتم، میفهمی؟ خیر پسر جان. تو را بسیار دوست می‌دارم گفت. برای چی مرا پرتافتی؟ برای چی؟ تو باید نمیرفتی. اما تو گفته بودم. نه برادرم طاهر نه. لابای پدر. عزیزت دخترم در کجا هستی؟ در مزار برادرم. فهمیدم دخترم. به همش تو گناهگاری پدر. به همش تو گناهگاری. ترکم پیش از قتل دلپور باشید که عزیزه در خانه است. شوهرش در فلاکت مردنش را داند. خوب شده است ایتک نکن. چیزی که خواهید. اوه سلام بچه ها، بازی کرده ایستادید. اوه عزیزانی من، آفرین. اوه بازی کنید بازی کنید. برای حقم را حالا کنی آمدم. بخیر باشد انشالله. ای خدا، هیچ نپرسید حفیظه خاله. من با یک چاه افتیدم که پسرم هیچ زیر نشو. تو همه وقت به شخصانی محتاج و دردمند کمک کردی. خدا هم البته که به تو کمک میکند. خالای حفیظه یاردم ده. حالمون بد شد. چه گپ شد؟ نقل کن. شوهرم از قمارباز ها قرض گرفت. فایز خوردن زیاد شد و زیاد. خانمون رو از دستمون میگیرم. با 4 کودک چی کار میکنم؟ خاله جان دیروز شب در پیش کودکانم شوهرم رو لطو کوب کردم. امروز هم می آمدند.
کمک کنید. خالای حفیظه بغیر از شما کسی دیگر ندارم و هیچ کجا رفته نمیتوانم. کی هست آنها؟ اینجا جنگل است؟ چی خیلی این کارو میکنن؟ 4 بچه گفتنی کس در کوجی جای داشته است. باید تا پگاه پول رو برده دهیم. من از کجا میوبم این قدر پول رو؟ آرام شو دخترم. البته یگان راهش یافت می شود. بیشبه به هر مشکلی یک آسانی هم هست. درد رو خدا می دهد و درمانش رو هم او می فرستد. با اجازت خالای حفیظه من با او گپ میزنم. او شناسی من است. شادیبک، من با تو زنگ زده بودم. در کوچیک در آخری راه یک طرف خانه است. با آنجا رو من حاضر می آیم. بیا. آها، مرا رفت چکه فکر کردن. نام کثافتش تا همین طرف آمده است. معلوم است. در کجا هستیم؟ 4 بچه! در کجا هستین 4 بچه؟ برادر؟ چیکار کرده ایستاده؟ دمت رو گیر، آوازت رو نبرا رو با پشت سر. نبای رفت پدر، برا پرسیدی. یگون کوری خطا کردی. عملهای تو خطا است کثافت. رفتش کیست؟ خانوش، چی از مردم حجت جمع میکنی؟ چی کار میکنی؟ با شربا میاندازی؟ باره یک پیرمرد با من گفته بود کسی که به ماشینی مرده کشک نشسته باشد همه مرده ها به مزار میفراید. تو حاضر در همان ماشین هستی، مرا فهمیدی؟ حجت های از مردم گرفته اد را بیار. کثافت، تو را به ماشین جنازه در آورده در نزدیکترین مزار میفرارم. پدر برجو سر نکن برجو. با مرده ها برجو کار میکند. از این پس حجت ها در دست من می شود. به اجازت من یگان کار نمیکنی، فهمیدی؟ ای تو چی کار کردی؟ رفت کی است؟ تو رو با کسی دیگری مانند کردن. وای چی از کرسی رو چپه کرده مانند کینو کردی ها؟ تو با آخری کینا راست آماده شدی بگ. چه؟ پسرم من با تو گفتم که مرا مجبوری پدر کردن. آو وای پدر ها؟ اکا اگر هیچ جلوش نیابی با آخران چاره گردیم. درباره کدام چاره گپ زده ایستاده ای؟ یعنی تو به من به تو در یک وقت. برای چی همه رو تاب داده به ما میاری؟ برای چی؟ رفته فوت رو پرونیم با اون دنیا تنها نمیرویم. با خدا راست میگویی اکا. یعنی رفته فوت رو پرونیم در این وقت ما رو هم میپرونند. کار تموم. ایست ابله، به عقلم یک چیز آمد. فوت رو پروندنمون هیچ فایده ندارد، اما در حیات او تنها یک چیز قیمت بها است. برادرش جنر است. اگر او را دزدیم
با فؤاد همه خواستمون رو میکنیم. یعنی بفهمیشی تو رفت چکر شدیم، اما عمر ما دراز نمیشود. برای چی تو این طور گپ میزنی؟ قبول میکنی؟ یگون چاره دیگر نیست؟ آخر چه چاره؟ براستی رفت چکر باشد هم این کارا حل کرده نمیتواند. این فوتی لعنتی سلاح‌های ساخته را به ما گذاران. از مهلت داده اکای ایتکین 2-3 ساعت ماند. برادر چیکار میکنی؟ همین طور مردن رو انتظار میشوی؟ بسیار انتظار نمیشه هم شدی بگ. از هم از یاد تو بگو. ای برادر این طور نگوی. من حاضر با پیش خانواده هم میروم. با آنها من به خارج میروم میگویم خیر خوش میکنم. در هیچ حالت راستشون نگو. این با تو آخرین وظیفه هم است. بگذار همین طور دانم مرا بیوفا گویم، اما زیخ نشوم. خانواده هم به تو امانت. برادر تو رو به هیچ جا سر نمیدیم. سر ندهی چی میشود شدی بگ. برای ایتکین یوز یک کم یا یک زیاد چی فرق دارد؟ اگر تو اموری چی میشود؟ هیچ نشود با آیله هم نگاه بین میکنی. چشمانم در عقیم نمیماند. من حاضر به حفیظ خاله این حجت ها رو میدیم، بعد با اهل خانواده هایم خیر و خوش میکنم. من هم با تو میروم. شادی بگ، اگر مرا دوست داری تیز از اینجا دور بروی. وقتم کم مانده است میدانی؟ برادرم حقت را حلال کن. حلال شود. تو هم به من حلال کن. حلال شود. حلال شود. رو شدی بگ. رو رو زودتر رو. حجت ها رو تیار کردم حفیظ خاله. حجت های ما رو؟ اکنون هم از شما رو و هم از دیگران رو. این رو چی خیل کردی پسر؟ بگم گرفتم حفیظ خاله. هر کس را بگم گرفتم میشد است. خدا از شما راضی باشد. خدا با پایتان خار نخلد. آب بر این عزیز و مهربان و عمرت دراز شود انشالله. تو ما رو از همه چیز خلاص کردی. حفیظ خاله، من رفته تیز با کودکانم خبر دهم. در خانه از ترس لرزیده ایستادند. رو دخترم رو. مایلش سلامت باشید. شما اکنون حجت ها رو با دیگرها تقسیم کنید. تقسیم میکنم پسرم، تقسیم میکنم. خدا از تو راضی شود. تیز به یاردم این زن رسیدی. پسرم از شما هم تشکری زیاد. در آن دنیا بسیار لازم می شود. حفیظ خاله، من بسیار برای دور می روم. حقتون را حلال کنید. حلال شود پسرم، حلال شود. خدا سفرت را به خطر کند پسرم. آمین. اکا این تلفن بختیار فقط خاموش است. یکی خودش را آشکار کرده باشد دانیل. چیکار میکنیم اکا؟ با عائله‌ام خیر و خوش میکنم گفتم مانند همین چیزی گفت. تسر بیرون انیل، به محل میرویم. اکا برادری فؤاد رو نمیبرداریم. او رو بعد میبینیم. اول بختیار رو یابیم. اگر گفته باشد کارمون رو جزیر کرد، بعد سلاح رو هم یابیم دیگر فایده ای ندارد.
سلام علیکم. علیکم سلام. در کجا بودی؟ تلفنت هم کشتگی؟ پدر، من وقتی زیاد ندارم. من میروم. کجا؟ به دوری ها. کدام دوری ها؟ میبینم شاید با کریپ ها یک اونجا. بسه سر نکن با کریپ هایت. به این هم نبامدی، به هیچ جا نمیروی. سهر با پیشم سلیم آمد. سلیم؟ کدام سلیم؟ پدری ویلدن؟ پدری ویلدن سلیم. به من نگفتگیش نموند، ولی همه گپش راست بود. آخر به این هم این کار دراز کشید. کار بود گفتیم، این کار دراز شد. دختر فاتحهش گذشت. اکنون تو هم صاحبی کار شدی، اکنون خانه‌دار شدن در کار، این کار رو اینقدر دراز نمی کنیم. پدر این نمی شود. اساساً من با شما حقتون را حلال کنی آمدم. چه؟ چه خیلی حلال کنی؟ اگر با این دختر خانه‌دار شوی را قبول نکنی، من حقم را حلال نمی کنم. با خدا که نمی کنم. اما پدر شما چیکار میکنید؟ چه خیلی هستی بختیار؟ خوب. دستانتون رو بوسم امک جان. تشکر دخترم. ویلدن، آخری هفته خواستگاری می رویم. از راستی؟ آخری هفته فاتحه داری، تیار شوید. پدر لابای بختیار. نه چیزی نه. تمام، هیچ چیز نگوی. من تو رو بسیار خوب میفهمم. من زود به نوران خبر رسونم. چه خبر ویلدن؟ خانه دور شویمون رو بختیار. این رو؟ بله، تا بازدید. پدر، ما آخر باید صحبت کنیم. من میگفتگیم را گفتم. نگاه کن، دختر هم خرسند شده رفت. دراز نکن این کار را. یا خدا، کارها دانستگی برای نیست. اما که داستان هم آمد. بیا با تو چای نوشیم شنیم. بیا. بختیار، بیا می رویم. با کجا می رویم اکا؟ در راه نقل میکنم. اکا چی نقل میکنی؟ من آخرین لحظه هایم رو در منزلم گذراندن میخوام. در این دوره کودکیم از این کوچه ها تلفنی تو برای چی خاموش است ابله؟ ضرورتش تمام شده که ضرورت حیاتم تمام شده که تلفن رو برای چی مانم گفته پر نکردم. ما در اینجا در فکر تو هستیم. تو ابله باشی یگان فکر نمیکنی. بختیار، اکای میم دو به سرش یک فکر آمد. قسم میخورم خلاص شدیم. چیکار فکر؟ چیکار خلاص شدیم؟ تو گفتگیمون رو کن تمام. ویلدن، برای چی قدر دیر کردی؟ من باید با جانر بخورم. برای چی خیلی نگاه میکنی؟ نوران، دختر، خوابهایم حقیقت شد. با اکت خانه دار میشویم. اکم خبر دارد؟ چه گپ است اکم خبر دارد؟ چی بیهوده گپ میزنی؟ البته دارد. کمتر پیش پدرت برای همین ما رو دعوت کرده بود. آخری هفته فاتحه است. آخری هفته؟ چی؟ مرا تبریک نمیکنی؟ ای آخر این ناگهانی شده است. در حیرت افتادم. خیلی شاد شدم. خیلی شاد شدم. بله شاد میشوی. شاهدم تو میشوی تو. اکم این را چی طور قبول کرده باشد؟ کنی بینم. تلفنش خاموش است. خب ویلدن، من رفتم. تا دیدن شاهدم. خدایا هیچ باوریم نمی آید. جنر در قهوه خانه بوده است. تسر هی کن. نبر آمده او رو داریم. جمر کی است؟ برادر فؤاد. از او سلاح رو میگیریم؟ نه، او رو اگر دزدیم از اکش سلاح رو میگیریم. همین است فکری خلاص میکردگی شما.
معقول نشد ابله؟ من این آدم رو نمیبردارم. برای چی؟ با من چپ است. عزیزکم امشب به تماشا میرویم. چی خیر؟ گوش کن، در ساحل یک جای خوب است، جای رومانتیکی. اگر خواهی شب در آنجا میستیم. تو استانبول رو تماشا میکنی، اقیانوس را، ستاره ها را، و من چشمانی تو را تماشا میکنم. نمی شود. چی خیلی نمی شود؟ پدرم اجازت نمی دهد. او پدر در خارجه بودن کو؟ کارهایش رو بر وقت تمام کرد، امروز آمد. بختیار بیهوده گپ زدن رو بس کن و مرا گوش کن. وقتی که ما جنیر رو میبرداریم به فؤاد زنگ زده عیناً همین خیل میگویی. اگر جای سلاح ها رو نگویی برادرت رو دیگر اصلا نمیبینی. اگر جای سلاح ها رو نگویی برادرت را دیگر اصلا نمیبینی. آخر جنیر، همه وقت این خیل میکنی خواطر میشوند. ای خواطر نمیشود. تو همه وقت بهانه جویی میکنی. اکا در برش دختر است. جدا شدنش را انتظار میشویم. یکی جدا نشوند چی؟ دختر را هم میبرداریم. اوه آقا فهمیدم، جنیر برادری فؤاد است، اما از دختر چی میخوای؟ کاری تو چبله؟ گویا که خواهری تو است. برای جانمون رو خلاص کردن در کار شود همه خفخانه رو میبرداریم. آقا همه خواهر و اپا داریم. نوران گوش کن، با اویله هاتون شناس شوم. تیز با اکم گپ زنان میکنم. برای خواستگاری تو میرویم. بی تو گذرانیدن یک ثانیه رو طاقت ندارم نوران. جنیر گپ زن جون نکن. چیزی شود نشود از من جدا نمیشوی، وعده ده. یعنی چی خیل؟ گفتگی خودمونو خیر، چیزی شود نشود مرا نمیپرتویی. بله جانم، مرا بغیر از مرد دیگر هیچ چیز جدا نمی کند. اکا اینها طعام خوردنی نیستند. وقتمان تمام شد. تیار شو. اکا گوش کن، خطا کرده ایستادید. مردنی باشید بیاید آدم برین موریم. این کار به ما نمیشود. بس کن، نقشه ما رو ویران نکن. جانکا من حاضر می آیم. مایلش زودتر بیا. آها دختر خستکا بیا رفته. آوازت را براری میموری، عروست هم میمورد. خیز رفتیم. امیر میندو، مشکلات شما با اکرم است. مسئلهتون چیزی باشد رفته با او حل کنید. خب کن، اگر خواهی که عروست ضرر نبیند رفتیم. زودتر را گرد به عقیبت نگاه نکن. رفتیم. جنیر ببخشید، در اینجا یک جوانی زیبا شیشته بود، ندیدید او رو؟ با کجا رفت؟ کمی پیش با دو مرد بر اومده رفتن. با دو مرد؟ بله. فهمیدم، تشکر. سلامت باشید. در کجا هستی جنیر؟ ای دادر برای چی دیر میبرداری تلفنت رو دیوانه کردی مرا؟ وای جناب، من نوران هستم. نوران؟ دوستی جنیر، در شب نشینی شناس شده بودیم که؟ ها، در یادم آمد نوران. جنیر در کجا است؟ نمیدونم اکی فؤاد. من یک لحظه او رو تنها گذاشتم، آمدم که نیست. نمیدونم به کجا رفته است. چی خیل گم شد؟ تلفنش رو اینجا گذاشته است. حاضر از پیش خدمت پرسیدم، با دو مرد رفت گفت. با دو مرد؟ کیند اونها؟
ҳафташон чӣ гуна буд? намедонам охир. ҷанерро дуздиданд. ҷанерро дуздиданд. байни ҷанги ифлосатон бо акам маро ҳамроҳ намекардед. акнун мурдед шумаён. ака ин чӣ қадар аблаҳ аст? ба мисли акааш аст охир беҳуда гап мезанад. ман ба давони ин як бор паронам ака дигар гап назанад. ист аблаҳ ист, дар кор аст ба мо. рифат падар, ба фуад занг зада небудед? ман ми? бале шумо. майлаш занг мезанам. ҳозир телефонамро ба заряд монда будам. дар пеши дар аст. рафта биёр. зудтар. гуфтагиамонро фаромӯш накун. тамом. чӣ мехоҳӣ? фуад, чӣ? бародарат дар дасти мо аст. барои чӣ дар дасти ту аст эй ҳайвон? барои чӣ гапзан? инро пеш аз дуруг гуфтанат ба мо фикр мекардӣ фуад. аблаҳ чаро пештар фикр накардӣ? ба ин кор ҷанерро хуш намекардӣ. акнун мурди ту рифат. тамом гапро дароз накун. силоҳҳоро деҳ, бародаратро гир. маро гӯш кун. мабодо ҳаракати хато накунӣ. ҳоло ба назди айтекин рафта бародарамро дӯст дидан гуфта гирья накунӣ. он вақт бародаратро то охири умрат намебинӣ. маро гӯш кун. тез аз паси кор шав. боз муҳлати мо тамом нашуда муҳлати ту тамом нашавад. офарин падар ба шумо. фаҳмидед? якто ба якто ҳамаатон мемуред, нобуд мешавед. ака ман тоқат намекунам, ба даҳонаш мепаронам. бия парон чӣ истоди аблаҳ? парон. бан даҳонашро чӣ нигоҳ карда истодаӣ? агар ба бародари ман зарар расонанд, 7 пушташонро зинда намемонам. робат мекушам ҳамаашро. робат ба дӯстон гап зан. силоҳҳои пур аз тирро ба инҷо биёранд. бо онҳо чунин бозие мекунам ки ҳайрон мешаванд. нуран, ту барои чӣ гирья мекунӣ дар ҳаққи акат? ба акам чӣ шудааст? ту ҳоло намедонӣ? не ҳеҷ чиз не. барои чӣ гирья мекунӣ? ҷанер чӣ кор кард? ба ту ягон кор кард? не, ӯ ягон кор накард. шодибек, мо дар қаҳвахона нишаста будем. баъд як лаҳза ӯро танҳо гузоштам. омадам ки нест. зиқ нашав. мумкин ягон кораш баромадааст. ҷанерам маро огоҳ накарда ба ҳеҷ куҷо намеравад. мефаҳмӣ? асло бе ман намеравад. шодибек, агар ба ӯ ягон чиз шавад, ман чӣ кор мекунам? худо нигаҳбон бошад. ака фуад агар силоҳро надиҳад, маҷбур медиҳад писарам бародарашро ба марг равона мекунад. аммо агар надиҳад ӯро намекушем? бахтиёр, барои чӣ ту гоҳ ба худ ҳастӣ, гоҳ бехуд ҳастӣ? силоҳҳоро агар надиҳанд моро бе ҳамон ҳам мекушанд. ту барои чӣ ба дарди дигар одамон меравӣ? дастам ҳама чиз тайёр аст ака. лекин ҳамдӣ фурӯхтагиамонро фаҳмад, ҳамаамонро нест мекунад. кори хуб кардӣ.
تو از این پس دوستی من هستی، خواطر نشو. من دوستانم رو در نصف راه نمی‌بینم. در ماشین کارتوشکا از فکر میکنند با که رقص کرده ایستادم نمیدونم. فؤاد زنگ میزند. بلندگویکش رو مونده بردار. حاضر بلندگویکش رو گریان کنم. فؤاد در کجا هستی؟ آوازت نمیبرد. برادرت رو فراموش کردی؟ چی خیل گپ است که فراموش کردم ها؟ به یگان جای برادرم ضرر رسد دنیا رو به سرتون چپه میکنم. بس کن گپ رو اینقدر دراز نکن. سلاح‌های دزدیده در کجایند؟ گپ زن. سلاح رو من ندزدیدم. از پشت ناعهده برای شما عذابش رو من میکشم. چقدر تو ندزدیدی؟ با حیات برادرت قمار بازی میکنی تو؟ من ندزدیدم اما جایش رو یافتم. برای شما نه، برای برادرم. از کجا یافتی؟ همه رنگ تو ناعهده برار از ممدوح احمق ابله. خب کن تو. من با خوجینت گپ میزنم. با من گپ میزند. ای متهم سلاح رو میگویم و برادرم رو زود سر میدهی. اگر دروغ گویی چی؟ برادرم در دستت کو. در دستم. سراغ رو ده. در قشلاقی چکمه. در داخل ماشین با رقم 34 57 490. تیز میرویم. با ایتکی زنگ جای سلاح رو یافتیم گوی. بیایم به اونجا میرویم. لباکا ما میرویم. شما از سر این آدم دور نشوید. بایلاش. در کدام مکان است؟ ما سراغش را یافتیم. ما به این هم با آنجا می رویم. این طرف نمی شود که سلاح ها در آنجا. خواطر نشود که چی گفت؟ من چی خواطر میشم؟ پیسرم گفت شما خواطر شوید. اگر یگان خطاگی شود در تگی تیر چیکر جان دادنتان را گفت. فهمیدید؟ تو هم ایستاده خواطر نشوید نمیگفتی کاشکی؟ اکا این فؤاد باز با ما دروغ نگوید. برادرش را به توکل نمیپرتوید. تو هم کمتر به راحت شو. آرام گیر خودت را. مرحبا جانوبون. ما یک فوره رو میبینیم. نمیشود. تو اجازت یکه حمدی نباشد نمیبینی. حمدی؟ ابله سلاح را حمدی دزدیده است. یا خدا آنها خونالودند. من تنها وای او باز بهوش شد. دفعش کن بیدار میشود. بیا فوره رو بینیم. اکا این سلاح های ما است. سلاح ها را هم دزدیده است. من هم نفهمیدم. هیچ چیز رو نفهمیدم. خیر سلاح ها رو یافتیم. اساس این است. دیگرش کاری میدانستگی اکای ایتکین است. چی خیلی که حل میکند حل کردن گیرد. ما کار نداریم. ما جان ما رو خلاص کردیم. تو این رو نگاه کن. رفعت
تو چه خیلی آدم هستی؟ با منزلم میویی در گراژ آدم هایم رو میکشی. من با خدا که تنها. پدر سلاح ها دارم اینجا است. کثافت ما تو را آدم فکر کردیم. تو باشی سلاح های ما را گرفته با ما ساختش را گذراندی. چه گفتی استاده ای؟ چه خیلی سلاح؟ از این پس به تو نه حرمت نه عزت نه دوستداری است. ابله ما تو را آدم فکر کردیم، تو باشی خواهیم برآمدی. با دهانت نگاه کرده گپ زن. داماد ایتگی نمیبودی حاضر به سرت میپروندم. تو تنها روباهی میکنی. ایستید. سلاح ها در همینجا اند رفعت؟ در همینجا در داخلی تیر است. ترکن دو یک بار تو هم بی. پسرم چی گفتی استاده اید؟ گوش کنید. شما چی بلا دارید؟ با خدا کاری تو از همدی. اکای ایتکن سلاح ها همه در همین جا هست. سلاح های مرا میدزدی بعد به پیشم آمده دروغ میگویی. بخیر است. این عادت نو است همدی؟ ایتکین با خود بیا. به این بی اخلاق ها باور نکن. دام است اینجا. چخیل دام ابله. سلاح ها از گراژ تو برآمد. تو درباره کدام دام گپ میزنی همدی؟ ایتکین بس هست. تو خیانت کردی همدی. پنهانی کار کردی. آبرویم را پس زدی. میموری همدی ابله. میموری. رفعت تو کاری کردگیت را کردی. با همدی علاقه را میبریم. بعدتر باز میبینیم. خیر. های های های. برادری فؤاد را سر دید. اوه اکا این سفر از دمی مرگ برگشتیم خسم میخورم. من هم این دفعه جان ما رو خلاص نمیکنیم گفتم. من هم با پیش عزیزه روامو خبر خوش رو دیم. عزیزه مکتوب. عزیزه مکتوب. مکتوب اکا. بختیار چی شد؟ های کن تیز رای کن. بختیار چی شد؟ برای چی داد میزنی؟ عزیزه اگر همه چیز رو فهمیده باشم. چی خیلی همه چیز رو؟ من با عزیزه یک مکتوب موندم. همه چیز رو فهموندم. با خانه آمده باشد مکتوب رو خوانده است. در کاری کردگی تو بلا زند. گاز رو زیر کن. گاز رو. جانر چه خیلی است دو در تو رو عذاب ندادند؟ از پشت تو قریمه رو میپراندند. این سخنهای گفتگیت رو بینا تو رو میپرانند گفته هوشم کند. امروز نپراندند اما از پشت کارهای افلاست یگان روز میپرانند. جانر تلفنت رو میدی؟ شادی بگ من جدی میگویم زندگی نمیکنم به او. این باز کیست؟
جانر عشقم خوب هستی؟ خوبم، من خوبم جانم. شکر. تو با کجا رفتی یک باره؟ یک کاری عاجلی برآمد. بخشش. نه، تو رو نبینم آرام نمیشوم. در کجا هستی تو؟ به نزد میایی؟ میلش جانم، حاضر میروم. شادی بک، هیچ گپ نبوده است میدانی؟ خدا را شکر. بسیار کاری عاجلش برآمده است، برای همین رفته است. بسیار تشکر شادی بک. هیچ گپ نه. من حاضر میروم. بسیار تشکر. تا دیدار. ابله تو ما رو میکشید. تو چی گفته ایستاده نامناسبت رو آشکار کردی؟ ای خدا مکتوب رو نخوانده باشد. ای خدا یکی خوانده باشد. عزیز آخران بار در کجا بود؟ نمیدونم، اما در خانه نبود. با کجا رفتمش رو نمیدونم. اکا حتما خواندگی است. بهترش نرویم. اگر خوانده باشد ما را میپراند. زنگ زن به عزیز، زنگ زن. کنی بین آمده است به خانه. زنگ میزنم تلفنش خاموش است. خاموش. نیاکا دریاب نمیکنیم. چه ایستاده ای؟ اقلا به امیل زنگ بزن، گپ زن مکتوب را بجا کند. امیل. ببخشید. امیل. جنابی رفعت، حاضر به حجره ما برو. در آنجا یک مکتوب است. آن را گیرو. حجره رو ترک کن. مکتوب؟ بله مکتوب گفتم امیل. مکتوب رو گیرو، آن را نکشو. فهمه؟ باز نگاه نکنی. میلش جناب، مکتوب رو در کجا مانم؟ مکتوب رو در دست دیست. من برای همون آماده ایستادم. به من ده. پسرم رفعت، تو در کجا هستی؟ تو در برای کدام مکتوب گپ میزنی؟ مادر؟ اجازه دهید مادر، با امیل چی که گفتم همان را کند. نمیشود. امیل گفتگیت را کند، زنت از من میبیند. اصلا اجازت نمیدهم. فهمیدی؟ مادر التماس. خاموش. وقتی که بزند مکتوبی عشقی نوشتی به ما گفتی، اکنون جنگی کردی، میخواهی که ما او رو گیریم. مادر شما چه گفته ایستاده؟ چی خیلی مکتوب عشقی؟ خب کن شرمنده. به ما دریافته ایستاده میگویند. باز مکتوبی عشقی نمیرسید. خوش آمده. خوش باشید. در کجا بودی؟ رفعت تو را پرسیده ایستاده بود. مرا چیکار میکند؟ راست چیکار میکنه تو؟ خطاگی در تو نیست، در پسری خودم. نیاکا دریاب نمیکنیم. کایده سرت ماند ابله. اقلا به مادرت زنگ زن. حاضر زنگ زدم، تلفن رو خاموش کرد.